روزهای اخیر اروین گوجرال مدیر کل جمعیت شبکه‌های تقسیمات نیروی برق در تاجیکستان به یک قهرمان منفی و مورد تنقیدهای تند و حتی دشنام و مسخره قرار گرفته است. یک مایه ناروزگی مردم این است که در بسیار منطقه‌های تاجیکستان حتی همه لیمیت 8 ساعته در ماه رمضان جاری کرده گوجرال رعایت نمی شود. مردم نوروزی از بی‌برقی در سراسر تاجیکستان حاکم شده همه قهر و غضب خود را بالای سر گوجرال فرو می‌ریزند و در این زمان از آن اظهار حیرت می‌کنند که کی و چگونه نه فقط یک گوجرال بلکه یک باره 4 رهبر بلندپایه سوی برق تاجیکستان را از هندوستان آورده به چنین منصب‌های بلند تعیین کردند. بنا به اطلاع رسمی نشر شده در گوشه رهبریت در سامانه رسمی شبکه‌های تقسیمات برق همه 4 رهبر این کارخانه از هندوستانند. اروین گوجرال دیرکتور گنرالی، پندی میخاندرا کومار دیرکتور دیپارتمنت تکنیکی، امید گوپتا دیرکتور دیپارتمنت فروش و مارکتینگ و شیز دخارم چاند دیرکتور دیپارتمنت رشد شبکه‌های برق. در همین حال نعمت الله میر سعیدوف ژورنالیست شناخته و سابقه دار تاجیک روز 15 مارس سال 2024 در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک مسئله استعفای رهبریت برق تاجیک و وزارت انرژتیک تاجیکستان را برداشت و نوشت آنهایی که اقتصاد کشور را به چنین حال تباه بی‌برقی رساندند معین کرده شده به جوابگری جنایی هم کشانده شوند. نعمت الله میرسیدوف نوشت در دولت‌های اروپا برای یک فلاکت وزیران خود به استعفا می‌روند. در روسیه و همسایه کشورها حتی برای صدمه‌ای که باعث ضرر زیاد اقتصادی می‌گردد از کار می‌گیرند. باید رهبریت برق تاجیکستان و وزارت انرژتیک پرره از کار گرفته شود. آنهایی که گناهکار به همین حالت آوردن خواجگی خلق هستند باید معین گردند و به جوابگری جنایی کشیده شوند. ما نمی‌دانیم که کشور از همین حالت بی‌برقی چقدر ضرر مادی دیده است. از ضرر منفی که برای مردم رسانده شد حرفی هم نمیگوییم. طلب استعفای رهبران سوای انرژتیک تاجیکستان در حالی است که پای نامبارک لیمیت برق بعد ماه‌های تخت و تازش در منطقه‌های دیوت تاجیکستان در نیمه دوم ماه فوریه به شهرها جمله به پایتخت شهر دوشنبه نیز رسید و روزهای هم بود که مردم ساعتها در بناهای بتونی بدون هم برق و هم آب و هم گرمی ماندند. اروین گوجرال اخیراً امر داد که در ماه رمضان مردم را 4 ساعت صبح و 4 ساعت شام با برق تامین کنند، ولی شکایت‌های زیاد به دست می‌رسد که حتی همین لیمیت شدید هم در بسیار منطقه‌ها پرره رعایت نمی‌شود. مقامات سوای انرژتیک تا کنون یگان شرح قانع کننده درباره سبب چنین کمبود شدید برق در کشور ارائه نکردند و اما مخالفین دایره‌های فسادزده حکومت را به فروش بی‌انصافانه نیروی برق به خارج و اساساً به افغانستان تحت سلطه طالبان عیبدار میکنند و میگویند همه پول این برق به طور پنهانی فروخته شده به جای به چند نفر علایده میرود. مخالفین بر اینند که سبب بی‌برقی در کشور و به 3 میلیارد دلار رسیدن قرض شرکت برق تاجیک نیز پنهانی و بدون ثبت در یگان جا به خارج فروختن میلیون ها کیلووات برق است. بنا به امور رسمی تاجیکستان سال 2023 به خارج در حجم 12.6 میلیون کیلووات نیروی برق فروخته است، ولی این تنها برقی است که رسما فروخته شده است.